در دل شنهای مصر داستان فرعونی نهفته است که نامش را از تاریخ حذف کردند. کسی که جرأت کرد در برابر خدایان مصر بایستد و فقط یک خدا را پرستش کند. اما چرا اخناتون، یکی از انقلابی ترین فرعونهای تاریخ، به چهره‌ای فراموش شده تبدیل شد؟ در این ویدیو به سراغ زندگی و رازهای یکی از جنجالی ترین شخصیت‌های تاریخ می رویم. اخناتون که در ابتدا با نام آمنحتب چهارم شناخته می شد، در اوایل قرن 14 پیش از میلاد به تخت سلطنت رسید. او فرزند آمنحتب سوم بود، فرعونی که مصر را به اوج شکوه و قدرت رساند. اما برخلاف پدرش، اخناتون تصمیم گرفت راهی متفاوت و خطرناک را انتخاب کند. یکی از بزرگترین اقدامات اخناتون معرفی پرستش خدای آتون به عنوان تنها خدا بود. او نام خود را تغییر داد تا نشان دهد که وقف آتون شده است. معبدها و کاهنان آمون کنار گذاشته شدند و تمامی قدرت مذهبی در دستان اخناتون متمرکز شد. این اقدام نه تنها مردم عادی بلکه کاهنان قدرتمند مصر را نیز به خشم آورد. عصر اخناتون شاهد تغییرات چشمگیری در هنر مصر بود. در هنر آمارنا، فرعون و خانواده‌اش به شیوهی طبیعی‌تر و حتی آسیب پذیر به تصویر کشیده شدند. این سبک هنری کاملا متفاوت از تصاویر رسمی و اغراق‌آمیز گذشته بود. همچنین تصاویر آتون به عنوان خورشیدی که اشعه‌هایش به مردم زندگی می‌بخشید، نشان دهنده پیام یکتاپرستی او بود. برای اجرای اصطلاحاتش، اخناتون تصمیم گرفت پایتخت مصر را از تبس به شهری جدید به نام آمارنا منتقل کند. او این شهر را به افتخار آتون ساخت، اما این انتقال مصر را به سمت انزوا کشاند و باعث شد حکومت اخناتون از حمایت سیاسی و اجتماعی کمتری برخوردار شود. پس از مرگ اخناتون، جانشینان او تمام تلاش خود را کردند تا نام و اصلاحات او را از تاریخ پاک کنند. کتیبه های او تخریب شد، نامش از فهرست فرعونها حذف شد و دین چند خدایی دوباره احیا شد. حتی شهر آمارنا نیز متروک شد و در شنهای بیابان مدفون گشت. اگرچه اخناتون برای قرنها از تاریخ حذف شد، اما کشف شهر آمارنا و آثار مربوط به دوران او توجه باستانشناسان
و مورخان را به خود جلب کرد. امروز او به عنوان یکی از پیشگامان تفکر یکتاپرستی شناخته می شود، اما همچنان بسیاری از رازهای زندگی و مرگ او ناشناخته باقی ماندند. آخناتون فرعونی بود که جرأت کرد تاریخ را به چالش بکشد. آیا اقدامات او الهام بخش بودند یا اشتباهی بزرگ؟ نظر شما چیست؟